داره میبینه آقازاده هر سوار ماشین 20 میلیاردیه، داره میبینه فوتبالیست داره قرارداد 50 میلیاردی میبنده، داره میبینه اتفاقات کشور دیگه. بعدم بهش دروغ میگین تو بیا با معنویات زندگی کن. تو چرا معنویات زندگی نمی‌کنی؟ اختصاصی ریمیکس تایم. یه خونه میخواد بخره، یه بچه یه خونه میخواد بخره. چند؟ 5 میلیارد تومان. کسی از اون میتونه 10 میلیارد تومان، 30 میلیارد تومان. میتونه یه جوون خونه بخره؟ نمیتونه. محمد حسین ازدواج کنید. چجوری ازدواج کنه بچه؟ ریمیکس بای راسه. کی میچرخونه گردون شانس اوسکری میشناسه؟ داره میبینه آقازاده هر سوار ماشین 20 میلیاردیه، داره میبینه فوتبالیست داره قرارداد 50 میلیاردی میبنده، داره میبینه اتفاقات کشور دیگه. بعدم بهش دروغ میگین تو بیا با معنویات زندگی کن. تو چرا معنویات زندگی نمی‌کنی؟ اختصاصی ریمیکس تایم. یه خونه میخواد بخره، یه بچه یه خونه میخواد بخره. چند؟ 5 میلیارد تومان. کسی از اون میتونه 10 میلیارد تومان، 30 میلیارد تومان. میتونه یه جوون خونه بخره؟ نمیتونه. محمد حسین ازدواج کنید. چجوری ازدواج کنه بچه؟ ریمیکس بای راسه. کی میچرخونه گردون شانس اوسکری میشناسه؟